اول تسمیه است بسم الله الرحمن الرحیم. یک قسم عبادت مدد جستن از الله است، یک قسم عبادت مدد جستن از الله است. از همون خاطر اگر کسی مدد غیر از الله می جوید اونمو نعوذ بالله مشرک گفته میشه، عملش شرک میگیم. از این خاطر الله فرمان داد که اقرأوا، یا چیستا بخوانید شما بسم الله الرحمن الرحیم، یا ابتدی و شروع کنید هر کار و کردارتان چی را؟ استعانت به نام کی؟ یک الله تبارک و تعالی. دیگر در اینجا یک قسم عبادت عبادت تحمید است. ثنا گفتن الله هم عبادت است. هر کسی که صفت میکنه باید صفت یک الله تبارک و تعالی بکنه. کدام قسم صفت؟ صفتی که خاص است برای الله که او را ما صفات کمال یا صفات الوهیت گفته بودیم و تشریحش کرده بودیم که راجع به دو صفت میشه، یکی قدرت و کارسازی، دوم علم بگه محیط. از همون خاطر است که هر فرقه باطل همیشه این دو صفت عقیده داره که یکی تصرف به غیر الله ثابت میکنه، دوم علم محیط ثابت میکنه. و ایرا به نام چی یاد میکردیم؟ عبادت به نام تحمید، حامدون حمد الله را، صفت الله را خاص برای الله میکرد. سوم قسم عبادت یعنی عابدون است، ایاک نعبدو که عبادت الله را میکنه. چهارم قسم استعانت است، ایام یعنی مدد طلب کردن هم قسم عبادت است. پنجم قسم دعاست که اهدنا الصراط المستقیم. معلوم شد دعا عبادت، استعانت طلب کردن عبادت، عبادت کردن برای الله یعنی سجده، نماز، هر کاری که پسندیده باشه، اگر قول باشه اگر عمل برای الله عبادت است. حمد گفتن عبادت است، استعانت طلب کردن عبادت است، مثل که در سوره فاتحه در اینجا ذکر شد. هفتم قسم پنج چیزی که در سوره فاتحه ذکر شده اشاره به سوی صفات الله است. صفت الله چی است؟ محمود است، حمد الله گفته شده. دوم معبود است، عبادت الله گفته شده، در ایاک نعبدو اشاره به اوست. مستعان است، در ایاک نستعین طلب امداد از الله خواسته شده. دیگه هادی است، چرا اهدنا الصراط المستقیم، ما را هدایت کننده الله تبارک و تعالی است. پنجم صفتش منعم است، انعام کننده الله تبارک و تعالی است. هشتم پنج چیزی که در سوره فاتحه ذکر میشه او مضامین قرآن کریم است. اول دعوا بود الحمدلله، باز در رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دلایل بود، این دو مضمون. سوم باز نتیجه بود که ایاک نعبدو و ایاک نستعین بود. چهارم قسم دعا بود که اهدنا الصراط المستقیم بود. پنجم سه فرقه بود که یکی منعم علیهم، دوم مغضوب علیهم، سوم ضالین بر ما ذکر شده بود. نوم پنج چیزی که در سوره فاتحه ذکر شده او عبارت از پنج فرقه باطل است. اولش مردمایی هستند که نعوذ بالله مشرک هستند، یعنی عبادت برای الله میکنه به غیر الله هم میکنه. دوم دهریاست که مکمل وجود الله را منکر است. سوم کسانی هستند که الله را قبول داره خو نبوت یا پیغمبری را برای پیغمبر قبول نداره. او چهارم قسم اونمو کسانی هستند که قیامت منکر است. پنجم قسم کسانی هستند که مبتدعین هستند. یک پنج فرقه در سوره فاتحه ذکر شده. در الحمدلله رد بالای مشرکین است، چی در ایاک نعبدو یا در الحمدلله، چرا اونجا صفات الوهیت برای الله است و الوهیت تقاضای از این داره که عبادت برای الله باشه. همچنان رد بالای دهرین است، چرا در الحمدلله که گفتیم الله موجود است، اینطور نیست که موجود نباشه. امی قسم رد بالای منکرین نبوت است، چرا طریقه و کیفیت عبادت بدون آمدن پیغمبر برای ما واضح نمیشه. و دیگه منکرین قیامت مالک یوم الدین دلالت بالای ازی میکنه. امی قسم رحمان رحیم هم رحم الله نمیسته که پیغمبر روان کرده. و کسانی که مبتدعین است عبارت از مغضوب علیهم و گمراه است. دهم قسم که پنج قسم جمله در اینجا ذکر شده، این مسئله علم چیست؟ علم ادبیات عربی است که اول قسم جمله خبریه است در لفظ لیکن در معنا انشائیه است، مثل الحمدلله واره لفظش خبر است معنایش انشاء است. دوم خبری محض است، مثل ایاک نعبدو انشائیه محض، مثل اهدنا الصراط المستقیم. دیگه جمله اسمی است مثل الحمدلله، جمله فعلی است مثل ایاک نعبدو یا ایاک نستعین، یا جمله هاست پنج قسم شد. سوم ثمره یا لطیفه که در سوره فاتحه ذکر میشه، اول آغاز سوره بر رحمت شده، ما بین سوره را الله تبارک و تعالی هدایت ذکر کرده،
پایان یا خاتمه سوره را الله تبارک و تعالی نعمت خود ذکر کرده. آلی نعمت الله را چه قصر یک بنده حاصل میکنه؟ بهره‌مندی یا فایده گرفتن از نعمت الله به مقدار هدایت است. هر قدر که تو هدایت حاصل کرده ای، امو قدر نعمت الله بری تو حاصل میشه. خو هدایت مقدارش توسط چی میشه؟ توسط رحمت الله تبارک و تعالی، که هر قدر مقدار از رحمت الله بری تو نصیب شده، امو قدر هدایت برات حاصل میشه. او رحمت الله تبارک و تعالی تعلق به شناخت درست الله تبارک و تعالی داره. هر قدر که تو الله را بشناسی، به او عبادت بکنی، امو قدر رحمت الله سرت میشه. پس از او خاطر است که تو باید بدانی که الله را کوشش کنی که الله را بشناسی. از امو خاطر یکی از جمله توحید یا عقیده یکتاپرستی توحید اسما و صفات است، که ما الله را از راه صفاتش بشناسیم که الله کدام ذات است. ولی با تاسف بخش عقیده در کل عمر مولا امام مسجد برای مردم بیان نمیکنه. حتی در مدارس ما در پاکستان که درس خواندیم، یک کتاب عقیده که یقینا عقیده اهل سنت و الجماعت بیان میشد خوانده نمیشد. عقیده تحاویه مشهور کتاب عقیده است و یک عالم بزرگ حنفی امام تحاوی رحمت الله علیه متنش ذکر کرده. تشریح حضور واقعا یک شخصیت عالمی با انصاف به نام ابوالعز شرح کرده. حتی طایفه های مذاهب دیگه هم امی کتاب عقیده را میخونه. خود کل مدارس پاکستان امی کتاب خوانده نمیشد. شرح عقاید به نام کتاب، ابوالمنتهی به نام کتاب، تا امروز در مدارس افغانستان و در مسجدها به نام نور و ظلم خوانده میشه. در اونجا حدیث موضوعی است. پیغمبر علیه السلام در اونجا میگه نعوذ بالله این حدیث موضوعی است، از خود ساخته. من میگه نور از نور الله پیدا شدیم، نعوذ بالله، در حالی که پیغمبر از مادر تولد شده یا نشده. تا امروز ملاها و فرقه های خرافی امی عقیده را داره، میگه پیغمبر نور است، میگه ایج نعوذ بالله وجود نداره. سایه میگه نداشت، نعوذ بالله. این بدبختا تا این اندازه را ملای بزرگی کابلتان که در هر جنازه گریان میکنه، خیلی شهرت هم داره، علم نداره و خودش قائل به ایسته. در یک مجلس که بسیار علما و دکترا درش نشسته است، امی گپ میزنه، خو یک عالم رد نمیکنه. این علما ما چون به الله چی جواب میگه؟ الله رحم بکنه. در این روزا در یک جای جلسه بوده، یکی از جمله کسایی که خود دعوای مرشد بوده را میکنه لیکن علم نداره، او میگه خبر داری ای مردم، میگه مولانای روم گفته که غزنی و عرش یک طبقه است، لیکن طبقه غزنی از عرش کده بهتر است. طبقه غزنی از عرش کده بهتر است. گوشی تا نواز کنی. کسی که مجردی شمه از عقل داشته باشه، آلی میدانه خرافات ازیره. اگر مولانای روم امی گپ گفته باشه، سخت ظلم کرده، خطا شده. اگر شما علما را میگیم شاید این نسبتا برش غلط باشه، کسی غلط نوشته کرده باشه، ما گمان نیک سرش داریم. خب اگر امی عقیده را خودش داشته باشه، اشتباه کرده، سخت خطا کرده. چرا؟ اون دلیلش چیز ذکر میکنه، میگه طبقه غزنی از عرش کده بهتر به خاطری است که در اینجا اولیاء هست. خب گوشی تا نواز کنه، کدام نص آمده، کدام دلیل قرآن حدیث آمده که گفته یک سرزمین در افغانستان به نام غزنی است و در اونجا اولیاء زیاد است و طبقه از او بزرگ میشه از عرش کدم؟ کدام نص وجود داره؟ پیغمبر علیه السلام میشناخت که در افغانستان یک منطقه به نام غزنی است؟ کلا، در یک جا هم کسی ذکر نکرده. اگر گپ در سر اولیاء باشه، باز خود تو بدبخت باید بدانی که در مدینه منوره جسد مبارک محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. وطن مبارک مرکز اسلام مدینه منوره است که اسلام از اونجا منتشر شده. بلا شک و شبهه در اونجا مدفن صحابه کرام و صحابه که به نص حدیث خود پیغمبر به زبان مبارک شهادت داده که یا جنتی هستند. نگفت اصحاب بدر در اونجا دفن نیست، عشره مبشره در اونجا دفن نیست، اصحاب بیعت رضوان در اونجا دفن نیست؟ باز خود دیگه مدینه منوره بعد از طبقه کی بالا شوه؟ بگوی عرش بالا شوه، نه طبقه غزنی. خود تو بدبخت برای گمراهی مردم ای گپا را میزنی. عجیب پیری هستی.
در اونجا بسیار علما این لنگی کتا کتا نشسته است، خب یکی امی سخن رد نمیکنه. عوام بیچاره فکر میکنه اوه خیر اصل آدم باید از کابل کوچ کنه در غزنی؟ چرا یک منطقه که از طبقه عرش کرده بهتر باشه آدم در کجا زندگی کنه؟ بگوی در اوج زندگی بکو که از عرش کرده بهتره. برو در غزنی زندگی رو اختیار کو. از همون خاطر مردم عقیده پیدا میکنه که وای 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 در غزنی که کدام جای گنبت ببینی باید در اونجا بروی، چرا که اولیاست. از همون خاطر عقیده غلطی مردم است. چی میگن عوام؟ چی میگه؟ بگوی مردم. عوام میگه یک چند زیارت کم بود شد وگرنه کعبه در اینجا جور میشد. کعبه اولین مقامی که در دنیا الله تبارک و تعالی پیدا کرده کیست؟ بگه این اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا و هدى للعالمین. اولین مقام است. لیکن این بدبختا میگه چند زیارت کم بود شد. این کعبه یا بیت الله جور شدن به خاطر زیارت ها بود. زیارت کجا است؟ تو یک نص پیدا بکو که ولی است در اونجا، برای من نشان بدی ولی را میشناسی. این عقاید خرافاتی مردم است. خب بدانی این نیست. وقتی که ما این سخنا را رد میکنیم برای از اینکه مردم ما عقیده قرآن پیدا بکنه، عقیده به یک الله تبارک و تعالی بکنه، مردم فریب میده میگه سیکو این وهابیا پیدا شده اولیاء را قبول نداره. ما اولیاء را قبول نداریم. هر کس که اولیاء را قبول نداره او چیست؟ کافر. چی است بگه؟ خب ولی کی است که ایمانی صحیح داشته باشه؟ یک آدم که قرآن ندانه ولی شده میتونه؟ یک آدم که عمل به قرآن نکنه ولی شده میتونه؟ یک آدم که تقوا نداشته باشه کلی عملش موافق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ولی شده میتونه؟ از کجا ولایت حاصل کردن؟ عجیب نیست؟ اینجا شما بدانی که الله تبارک و تعالی در اینجا امو فرقه هایی که نعوذ بالله هدایت گفته بودیم که هدایت نعمت الله تبارک و تعالی به اندازه هدایت است، هدایت الله به اندازه رحمت است. رحمت الله زمان میشه که عمل به کتاب الله شوه و ما الله تبارک و تعالی را بشناسیم، مطابق از او عمل بکنیم. او اینمی قسم مردمایی که از درس قرآن کریم محروم است و چه قسم به این رحمت الله تبارک و تعالی دست پیدا بکنه. این مردمی هستند که نعوذ بالله علم ندارن، مسائل خرافاتی را به مردم نعوذ بالله ذکر میکنه و سبب بدبختی مردم میشه. در اینجا دیگه لطیفه یا ثمره سوره فاتحه است که الله تبارک و تعالی 5 اسم خود در اینجا ذکر میکنه. الله تبارک و تعالی کلمه الله را ذکر میکنه، نام الله است. چرا در اینجا الله ذکر میکنه؟ مثل که برای بنده خود الله خطاب میکنه که ای بنده ما تو را ما پیدا کردیم، خالق مستم، پس ما خالق هستم که وقتی تو را پیدا کردیم بعد ما را پرستش کنی نه کسی دیگر. چرا که الحمدلله کل صفتهای کمال مخصوص الله است. دوم رب نام الله ذکر شده، اشاره به این میکنه که بنده ما با صورتهای متنوع و مختلف تربیت تو را میکنم. از نگاه بگوی بدن و جسم، از نگاه روحی تو که ما انتظام کردیم بدن چه قسم تربیت شوه، رزق و روزی را پیدا کردیم، راه های متنوع برای تربیت جسمت پیدا کردیم، همین قسم برای تربیت روحی چی استعدادی برات دادیم، چی فکری برات دادیم، چی قابلیتی برات دادیم، این کلش. پس رب مستم، وقتی که رب شدم باید عبادت من شوه، مالک متصرف مرا بداری نه کسی دیگره. سوم نام در اینجا رحمان ذکر شده، ای بنده من اگر تو عصیان و نافرمانی میکنی خب میبینی نعوذ بالله میری با بت سجده میکنی، نعوذ بالله با آفتاب سجده میکنی، با درخت سجده میکنی، با مخلوق سجده میکنی، خب میدانم که نافرمانی است. خب بازم پرده را سرت انداختم. شب زنا میکنی، اگر صبح میخیستی و در پیشانیت نوشته میشد که زانی، دیگه نخواد از خانه برآمده میتونستی، نخواد طرف کاریت رفته میتونستی، لیکن الله پرده سرت آورده. چقدر رحمان ذات است. ای بندم بدانی که من ذات رحمان هستم، باید به من عاجزی بکنی. بله اگر بعد از گناه توبه میکنی من رحیم هستم. گناه تو را واقعا اگر تو واقعا به الله رجوع بکنی قبول کننده گناه کیست؟ الله تبارک و تعالی است. از او خاطر میگه من رحیم هستم.
بعد از او الله تبارک و تعالی یعنی ما مغفرت میکنم. خب آلی من مالک هستم، میتونم یعنی این در اختیاری مسته که در مقابل بعضی نافرمانی هایت تو را جزا بدم. از این خاطر باید تو خوف داشته باشی، اینطور از گناه هایت به امن نباشی که برو من گناه میکنم کسی نیست که مرا مؤاخذه بکنه. نه، مالک یوم الدین ما هستم که تو را جزا داده میتونم. دیگه از جمله ثمرات سوره فاتحه در اینجا بیان تمام اقسام انسان هاست. اول قسم، سه قسم اقسام انسان هاست. اول عالمی که با عمل باشه، من عملیهم طایفه هست که هم علم داره و هم عمل سرش میکنه، هم الله را میشناسه، هم صفات الله را، هم حق الله را، هم دعا میکنه. اینمی طایفه به نام منعم علیهم یاد میشه. الله تبارک و تعالی از این جمله مردم ما را شمار بکنه. دوم مردم عالم خواست میدانه لیکن عمل سرش نمیکنه، مثل یهود دواره مغضوب علیهم طایفه است که علم داره لیکن عمل نداشتن، از او خاطر عملشان تکذیب امو گفتارشان میکنه. الله ما را نگاه کنه به خاطر که ما در زبان یک چیز بگوییم اما در عمل و فعل دیگه قسم باشیم. سوم طایفه نه علم داره بگوی و نه عمل داره، او ضالین است، گمراهی که بیچاره الله را هم نشناخته، حالاتشان خراب است. از او خاطر این طایفه را به نام طایفه ضالین یاد میکنه. این ثمرات و نتایجی است که در سوره فاتحه برای ما و شما به طریق مختصر ما براتان گفتم. سوره فاتحه را واقعا علما مفسرین تحقیقاتی کرده، باریکاتی از این سوره کشیده که یقینا انسان حیران میمانه که سوره فاتحه چقدر علوم جمع کرده. مفسرین در این مورد یقینا عرق ریزی کرده و مختلف نوع علوم تنها در سوره فاتحه جمع کرده کشیده. از اینجا بر ما واضح میشه کتاب الله تبارک و تعالی قرآن کریم یک بحر عمیق بی سر و پا است، انتها نداره. هر عالم و مفسر تأمل کرده، تدبر کرده، مختلف نوع جواهر از این کتاب الله کشیده. انسان در حیرت باقی میمانه. از امو خاطر عجایباتی کتاب الله منتهی نمیشه. هر قدر دنیا پیشرفت میکنه، هر قدر دنیا قدم دیگه به ترقی و پیشرفت میگذاره، امو مصداق واقعی و حقیقتهای واقعی قرآن کریم دیگه هم منکشف میشه. اگر وسایل پیشرفته میشه تمام عجایبات قرآن کریم دیگه هم چی میشه؟ برملا و واضح میشه. از این خاطر یگانه کتابی که انسان در قلبش اطمینان پیدا میکنه برای حقگویی و اعجازش، صداقتش، غیر از کتاب قرآن دیگه نیست که در سوره بقره بر ما بیان میشه.